برای چی دائما تاکید میکنم زبانهای روسی و انگلیسی دو زبان از 6 زبان سازمان ملل که قبول کرده است، همچون زبانهای معاشرت بین المللی دو زبان روسی و زبان انگلیسی است. با این مقصد رهبران مؤسسه‌های تعلیمی را ضرور است که با مسائل بلند برداشتن سطح دانش و کسبیت آموزگاران در همه زمینه‌های تحصیلات، بخصوص آموزگاران مؤسسه‌های تحصیلات ابتدایی و میانه کسبی، تکمیل اختصاص بازآموزی و تربیت آموزگاران جوان بلند اختصاص و با طلبات زمانه جوابگوی در همه زمینه‌های تحصیلات اعتبار اولین درجه. در رابطه با این به وزارت معارف و علم سپارش داده می شود که برای آماده کردن آموزگاران فنهای ریاضی دقیق و طبیعی با زبانهای خارجی در دانشگاه‌های رویه آموزگاری گشادن شعبه‌های علاهیده را پیش بینی نماید. عموما ضرور است که تعلیم زبانهای خارجی مخصوصاً روسی و انگلیسی در تمام فاکولته و شعبه‌های مکتب‌های عالی باز هم بهتر برآورده شود. زیرا تاجیکستان قریب با 180 دولت دنیا رابطه بین دیپلماتی و با 130 کشور مناسبت‌های تجارتی و اقتصادی دارد. خب ببینم ما وزارت ادارات به کار قبول میکنیم دانشجویانی که ختم کردن و دیگر ساختارهای دولتی خصوصی حتی صاحبکاری هم روند، لیکن دانشجو کادر جوان که دیپلم معلومات عالی کسبی وی گرفته است زبان خارجی را نداند چیکار کرده میتواند؟ چیکار؟ آیا اون موفق میگردد؟ حتی به صاحبکاری به تجارت زبان خارجی عادی گفتار دانستنش در کار است. با کشورهای خارجی با همتای خود با کدام زبان نداند با کدام زبان. اکثریت یک چیز دیگر هم است. من حاضر اشاره کردم که قریب 42,000 استعدادهای جوانی ما به خارج کشور روان کرده. برای چی؟ چون که در بعضی دانشگاه و دانشگاه‌های عالی مملکت ما چنین فاکولته‌ها گروه‌ها نیست. آموزگاران سطح بلند کسبی دانندگان زبان‌های خارجی نیست. برای مجبور میشن به دانشگاه و دانشگاه‌های عالی خارج بیرون روند. در زمینه میانه در سکتور خصوصی تحصیل بکنند جوانان. از سیستم معرفی ما سیستم تیار کردن کادرهای آموزگاری خفا مانده است. آموزگار نمیداند زبان خارجی را، حالا که نه اینکه آموزگاران تنها زبانهای خارجی هر یک آموزگار است در مکتب میانه اقلا به قدر داند که با زبانهای خارجی دیگر داند با خواننده معاشرت کرده تواند.